هما نظر اینمی ده چشم زیناشو میگه اینمی نظری حرام ای با شهوت که نگاه کردی این زینای چشم شی او زبون میبرن در حلق تو سیخه که آهنی را میدوزن زینای دست نم قپیدن ای لمس کردن ای دست یا زنی بیگونه را میقپی میتکی پگر رو تسیو میکنه مرد بزن میرسه مقصد دستی زنه که با شهوت نقپی با چشم شهوت در زنها نظر ناندازه سخنای شهوت آمیز به زبان نگی با گوشات و نمو سخنای شهوت آمیز گوش نکنه فیلم‌های فحش فحشی تماشا نکنه. اپیمیون پاست برای با قوت کردن مردانگی بدن شخصانی که بفرزندن بلند برداشتن فویز سپرما منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن. کلکوین یکی از مزهای بهترین برای درمان دردهای پا، دست میان، بوغم، رکشی، خنک گرفتگی و ریماتیسم. روغن خلبه برای مشکلی پروستاتا همچنین برای خنک گرفتگی گرده، پیشابدان، سنگون، نمک گرده و پیشابدان رو هم تازه میکند. در همه جا زینا میکنه باید اختر باید 3 هفته میگه چیکار کنم که توبه کنم هم مرده الله زینا گناه کبیره است یکی از بدترین گناه کبیره است خداوند گفت ولا تقربوا الزنا با زینا نزدیک نشوید همینطور عادی نگفت که زینا حرامه الله گفت با زینا نزدیک نشوید یعنی که نه فقط زینا بلکه از دوایی زینا پرهیز کنید یعنی مقصد که زینا وقتی که یک کس به یک کس میرسه مرد به زن میرسه مقصد دستی زنه که به شهوت نقپی با چشم شهوت در زنها نظر ناندازه سخنای شهوت آمیز به زبان نگی با گوشات و نمو سخنای شهوت آمیز گوش نکنه فیلم‌های فحش فحشی تماشا نکنه ولا تقربوا الزنا معناش این میشود در صحیح مسلم اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا مدرک ذلک لا محاله فرزند آدم میگه حصه‌اش از زنا نوشتگی است هر چیزی که نوشتگی البته به سرش میآید علاج نداره فالعینان زنا هما نظر اینمی ده چشم زیناشو میگه اینمی نظری حرام است با شهوت که نگاه کردی این زینای چشم شی والاذنان زنا هما الاستماع گوش از زیناش میگه اینمی شنیدنی اینمی سخنای فحش فاحشی و اینمی مقصد که گپای دخترا و دیگر و لسان و زنا الکلام زبان میگه زیناش اینمی سخن گفتن ای گپ میته و پگا او زبان میبرن در حلق تو سیخه که آهنی را میدوزن والیدان و رجلان زنا هم الخطا مقصد که پاها را زیناشون هم حرکت کرده و به اون جای فسق فساد رفتن ای والید و زنا البطش زینای دست هم قپیدن ای لمس کردن ای دست یا زنی بیگونه را میقپی میتکی پگر رو تسیو میکنن همه همچون دوایی زینا هم خداوند همه معنکدگی ای والقلب یهوه و یتمنى ای دل ارزو میکنم ای تری کنم او تری کنم و میگه و یصدق ذلك الفرج و یکذبه انا بعد فرج اینا تصدیق میکنه اما هوا و حواسی دیله یا تکذیبش میکنه برای بسیار احتیاط کردن در کار شخصی که زنا کرد احتیاط کنه بفهمه که خبری پیامبر صادق است این گپ یگان مخلوق نیست که بگوی مقصد رو شبات کنم ای خودش گفته است پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا هیچ گپ از پیش خودش نگفته است حضرت میگه عف نساء الناس تعف نساء عفت زنهای مردم بداره تا عفت زنهای شما را بداره همه آدمای زناکار همه بلا به سرشون میآید شخص زنا میکنه یا آخر الامر به زنش زنا میکنن یا به خواهرش زنا میکنن یا به دخترش زنا میکنن یا به نویرش زنا میکنن علاج نداره که نبینن و نکوب داری مردم تو نکوبن در تا امیره همه ابلهان نمیفهمن بسیار جدیه همین مسئله اما کسی که همین کار را میکنه همیشه در سرش میگیرن یک زمانهای پیش و در پروود نبود آدمای با دولت سقاها را زکات میکردن آب فرض کردیم در خر آب میکشه در شتر آب میکشه قطیش گپ زمان میکنن مثال یک ماه میگه آبی ما را تامین میکنیم
اینمی هر روز میاری اینمی قماش بعد پولتا میتونی نمیخواد اگه او دیگه هم زکازی دویمی نداره او سکو هر سه دیگه او کی او دا میویا او ارزون گفتن میگرده و خونه میوره تامین میکرده یک زرگر هم تری یک سکو دویم خونش او میورده زیاده ای 10 سال خدمت خونه میره کرده ده یک روز ای کار میاکی زنش بسیار غمگین و مایوس سرش خم شدگی و میدروی زنک چیکار کردی میگه روز شب چیکار کردی تو هیچی نکردم او تا بد نکرد روز شب گفت هیچی نکردم یک چند قسمی دروغم خوب گفت اگر نمیکردی تری نمیشی همین مردک 10 سال در خونه ما خدمت کرده است هیچ وقت خیانت همی را ما ندیدیم یگون برم تا سرش برداشته زنکو را نگه نکرده همین سرکش خم می اومد اوش خولی میکرد و میرفت همین روز اومد میگه همین دست ما قپیده است همین با شهوت همین تا سویدیست اخیر با سرش غیر کردم دشنام عقورتش کردم دست ما کشیدم بعد گریخت رفت همین مردکی این طریق خیانتکار نبودی همین قصول رو ندیدم چیکار کردی تو بعد میشینه مردک میگه یه زنی صاحب جمال اومد دستاش شلوغ به دست گفت چله میگیرم یاد چله را گرفت در انگشتش کرد که کشود و تنگ انتری باید شگرفت میگه و خودم درم چلی که نمک انداختم دستاش دیدم حواسم کرد میگه با میگم تا دستا را موریدن گرفتم منزه پروردگاره که این دستکوی خشرو را خلق کرده است گفته همیتا موریدم دیدی گفت ناشکری چوا هر چند قطعی اکتفا کردی اگر میرسیدی زن تا میرسیدم خویده همی های نزن در یک کسا تو نزنن در زینوکارو همیشه دیو چو همی باشه توبه کنن و خدا رجوع کنن فرد روز خیانت به هاشو بده و او زنی که زینو میکنه او زن بخوی نخوی پدر داره خیش پیوند داره بعضی شوهر دارن بعضیش فرزند دارن همه او با ای گریبانش میگیرن فرد روز خیانت که خیانت کرده است بدبخت آبروی او را ریزونده است در ناموسشو تجاوز کرده گیه بسیار حکمشو سخته اکم راهی نجات همیه صدقاً توبه کردن صدقاً توبه کردن یعنی توبه کنه که هر وقت همون کرده یادش بزنه که پاش بی تنش بخیزه نه که با قطی رفیقاش چق چق کنه یا شده ایتری کردم دیم یاد دسته فلان کردم دیم هر وقت آدم همون گناهی کردگیشو با ذوق با شوق نقل میکنه گویا هم را اثری نو کردگی همون گناه در بلوش میاد یک مرد میگه نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد بسیار یک مردی صاحب جمال یک جوان گفت یا رسول الله ایذن لی بالزنا ای حبیب خدا گفت اجازت بده من هم زنا کنم نمیتونم خدمت خفیده شهوتم بسیاری بده بعد هر کس ای هر سامی یتش یا منگلیش زده یتش حقارتش کرده صحابه با غیرت و ناموس بودن حضرت گفت نزدیکش بیاره بعد اووردنش پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتیش حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که یا شاه اتحبه لامک ای جوان گفت میخوایی که کسی با مادریت زنا کنه گفت لا یا رسول الله جعلنی الله فداک نگو ای پیغمبر خدا مرا فدایت کنه حضرت دوست می‌داشتن واقعا دوست می‌داشتن خدا من فدایت کنم کی میخواد که با مادرش زنا کنه گفت ولا الناس یحبونه لامهاتهم انا این مردم هم مثل تو نمیخواهم که کسی با مادرش زنا کنه افتحبه لبنتک میخوایی که کسی با دختریت زنا کنه گفت نه یا رسول الله خدا من فدایت کنم گفت این مردم هم نمیخواهم که با دختراشو زنا کنه میخوایی که کسی با خواهرت زنا کنه میخوایی کسی با عمت زنا کنه میخوایی کسی با خالت زنا کنه هر باره میگو که لا یا رسول الله جعلنی الله فداک حضرت گفت این مردم هم نمیخواهم که با خواهراشو زنا کنن با عموهاشو زنا کنن با خالوهاشو زنا کنن زنا میکنی او خش تبار داره و پیوند داره بعد میگه حضرت صلی الله علیه و سلم همین دستی مبارک شدن بالای سری همون جوان مونده گفت اللهم اغفر ذنبه و حسین فرجه و طهر قلبه خدایا رو گناه این بنده تا ببخش پروردگار رو دلش پاکیزه و توزه کن همین فساد و فیس
خداوند فرد نگه بدار که دست به زنا و حرام نزنه. و شرافت دعای حضرت صلی الله علیه و سلم میگه همون جوان از زهاد صحابه ها گشته بود، همین خیلی زاهد بود، همین خیلی پاک دامن بود. آخه سبحان الله در این عصر و زمان دیگه این زنا و گپ دادن یا افتخار نیست. افتخار ایه که جوان را دختر گپ بتاود سرک شخم بکنه و بگه ای خدا بترس. با خدا قسم افتخار نیه دیگه جای کتگیش نمونده است. همین متاسفانه زمان همین خیلی شده است. یا وقت بچه ها دخترها را گپ میدادن ولی دختر بچه را گپ میتاد. الان خشا به حال جوان مرده که خچه پاکیزه و تازه نگه میداره فردا روز قیامت هم نشین یوسف علیه السلام بخیزه.